سلام. با حل یک سوال المپیادی دیگه در خدمتتون هستیم. 2 ضرب در x به توان 2 منهای 16 برابر است با 100 به توان 4 به علاوه 102 به توان 4. میخوایم مقدار x رو به دست بیاریم. خب 16 رو میاریم سمت راست. میشه 2x2 برابر است با 100 به توان 4 به علاوه 102 به توان 4 و به علاوه 16. خب طرفین رو تقسیم بر 2 میکنیم. میشه x2 برابر است با 100 به توان 4 به علاوه به جای 16 می نویسم 2 به توان 4 و اینجا می نویسم 2 به توان 4 به علاوه 102 به توان 4 تقسیم بر 2. خب 102 رو هم می نویسم 100 به اضافه 2 برابر است با 100 به توان 4 به علاوه 2 به توان 4 به علاوه 100 به علاوه 2 به توان 4 تقسیم بر 2. خب A رو برابر 100 میگیریم و B رو هم برابر 2 که این برابر میشه با A به توان 4 به علاوه B به توان 4 به علاوه A به علاوه B به توان 4 تقسیم بر 2. خب اینجا ما میتونیم از این رابطه استفاده کنیم. A به توان mn برابر است با A به توان m به توان n. 4 برابر است با 2 ضرب در 2. ما میتونیم از این رابطه اینجا استفاده کنیم. برابر است با A به توان 4 به علاوه B به توان 4 به علاوه A به علاوه B به توان 2 و دوباره به توان 2 تقسیم بر 2. اینجا از اتحاد مربع دو جمله استفاده می کنیم. برابر است با A به توان 4 به علاوه B به توان 4 به علاوه A به توان 2 به علاوه B به توان 2 به علاوه 2AB کلا به توان 2 تقسیم بر 2. خب حالا این رو به توان 2 میرسونیم. برابر است با A به توان 4 به علاوه B به توان 4 به علاوه خب 3 تا جمله داریم که به توان 2 میخوایم برسونیم. پس جمله اول که A2 هست باید در تک تک جملات ضرب بشه، B2 در تک تک جملات ضرب بشه و 2AB هم در تک تک جملات ضرب بشه و با هم جمعشون کنیم. خب A2 ضرب در A2 میشه A به توان 4 به علاوه A2 ضرب در B2 میشه A2 B2 به علاوه A2 ضرب در 2AB هم میشه 2A3B به علاوه B2 ضرب در A2 میشه A2 B2 به علاوه B2 ضرب در B2 میشه B به توان 4 به علاوه B2 ضرب در 2AB برابر است با 2A B3 به علاوه حالا 2AB ضرب در A2 میشه 2A3B به علاوه 2AB در B2 میشه 2A B3 به علاوه 2AB ضرب در 2AB میشه 4A2 B2 تقسیم بر 2. خب ببینید A به توان 4 2 تا داریم. خب ادامه شو اینجا می نویسم برابر است با A به توان 4 یکی اینجا داریم یکی هم اینجا میشه 2A به توان 4. B به توان 4 هم 2 تا داریم یکی اینجا داریم و یکی اینجا به علاوه 2 تا B به توان 4. خب A2 B2 یکی اینجا داریم یکی هم اینجا میشه 2 تا 4 تا هم اینجا داریم میشه 6 تا 6 A2 B2 به علاوه A3B 2 تا اینجا داریم 2 تا هم اینجا داریم میشه 4 تا 4 A3B. خب AB3 2 تا اینجا داریم 2 تا هم اینجا داریم میشه 4 تا AB به توان 3 تقسیم بر 2. حالا تک تک این جملات رو تقسیم بر 2 میکنیم. برابر است با
a به توان 4 به علاوه b به توان 4 به علاوه 3a2 b2 به علاوه 2a3b به علاوه 2a b3. خب این برابر است با a به توان 2 به توان 2 به علاوه b به توان 2 به توان 2 به علاوه 3a2 b2 می‌نویسم 2a2 b2 به علاوه a2 b2 به علاوه از این دو تا جمله هم 2ab فاکتور میگیرم. جمله اول a2 باقی میمونه به علاوه جمله دوم هم b2. اگر به این سه تا جمله اول دقت کنیم این برابر است با اتحاد مربع دو جمله ای a2 به علاوه b2 به توان 2 به علاوه a2 ضرب در b2 رو می نویسم ab به توان 2 به علاوه 2ab در a2 به علاوه b2. این هم همون فرمول اتحاد مربع دو جمله ای هست که جمله اول a2 به علاوه b2 هستش و جمله دوم هم ab. خب این برابر است با جمله اول a2 به علاوه b2 به علاوه جمله دوم که ab هست به توان 2. پس x2 برابر است با این مقدار. در نتیجه x برابر است با مثبت و منفی رادیکال a2 به علاوه b2 به علاوه ab به توان 2. این توان 2 با رادیکال میره برابر میشه با مثبت و منفی a2 به علاوه b2 به علاوه ab. خب a برابر است با 100 و b هم برابر است با 2 برابر است با به اضافه منهای 100 به توان 2 به علاوه 2 به توان 2 به علاوه 100 ضرب در 2 میشه 200 که برابر است با مثبت و منفی 100 به توان 2 میشه 10,000 به علاوه 2 به توان 2 میشه به علاوه 200 که برابر است با مثبت و منفی 10,204. پس مقدار x برابر است با مثبت و منفی 10,204. خب حالا سوال و هوش امروزمون. یه جدول داریم که یک ارتباطی بین خانه‌های این جدول برقرار هست. برای اینکه این ارتباط حفظ بشه مقدار علامت سوال باید چند باشه. خانه اول اینجا 1 داریم، 12 4 0 4 منهای 4 4 علامت سوال و 28. مقدار علامت سوال باید چند باشه که این ارتباط برقرار باشه. این مقدار رو برای ما کامنت کنید.